این پلی که اینجا میبینید مخصوص رد شدن درشکه و وسایل بزرگ نبوده و یکی از دلایل ساخته شدنش جوبیه که بالا سرشه. من امروز روی قدیمی ترین پل آبروی ایران و چه بسا جهان قرار دارم که از 1700 سال پیش باقی مونده و زمان ساختمون برمیگرده به دوران ساسانیان و در بعضی منابع هم از اشکانیان نام بردن، اما از دهنه‌های پل مشخصه که این بنا معماری ساسانی رومی داره و بعد از اون چند دفعه خراب شده و دوباره مرمت شده. این پلی که شما می‌بینید خیلی کاربریش با پل‌های دیگه در ایران متفاوت هست و وظیفه اون انتقال آب قنات به این ور رودخونه است. این دژیو که میبینید خرانخ هستش، یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های استان یزد با زیست‌بومی خیلی متفاوت. حالا فرض کنید داخل این قلعه افرادی زندگی میکنن که هر کدومشون مسئولیت یک کاری رو بر عهده دارن و اصلی ترینشون تامین آب و غذاست که با کشاورزی و کندن قنات فراهم میشه. برای اینکه گسترش بدن این کشاورزی و طبیعت رو رام خودشون کنن، یه همچین پلی میسازن تا آب قنات رو از روی رودخونه فصلی گذر بدن تا برسه به ساحل روبروی رودخونه تا بتونن کشاورزی بیشتر و باغای بیشتری داشته باشن. برای همین یه پلی رو میسازن در 1700 سال پیش که آب قنات از روی اون گذر کنه و بتونن از اون استفاده کنن.